بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار، وجنبني فيه مرافقة الأشرار، وآوني فيه برحمتك إلى دار القرار، بإلهيتك يا إله العالمين. خدایا مرا در این روز به همراهی و همسویی با نیکی توفیق ده و از همنشینی با بدان دور گردان و به حق رحمتت به خانه آرامش منزلم ده. به الوهیت و معبودیتت ای خدای جهانیان